دیگه جنسا توقیف بمونه توی گمرک؟ ببین عزیزم، این جنسا اگه ترخیص بشن باید بریزیمشون توی بازار. وقتی این جنسا بیاد تو بازار باید فروخته بشن. اما به خاطر تورم این جنسا وقتی توی انبار گمرکه همینجوری میاد روش، همینجوری میاد روش، همینجوری میاد روش. یعنی این جنسا همینطور که تو انبار هست بدون این که ما بریزیمشون تو بازار تا الان 1200 میلیارد تومان سود کردیم. صبر کن، الان شد 1220 میلیارد. باورم نمیشه چقدر تورم خوبه.